یکی از بزرگترین جزایر جهان، میزبان گونه‌های منحصر به فرد و فرهنگ‌های متنوع. ماداگاسکار، جایی که هر گوشه‌اش داستانی برای گفتن دارد. با وجود منابع طبیعی فراوان، ماداگاسکار یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. به حدی مملو از درد است که قلبها را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. خشکسالی، سیل، سوء مدیریت، زخم‌های قدیمی استعمار و گرسنگی و فقر بر تار و پود این سرزمین نقش بسته‌اند. بیش از 90% جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از مردم به خدمات اولیه بهداشت، آموزش و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان در اقیانوس هند واقع شده. با مساحتی بیش از 580,000 کیلومتر مربع، این جزیره بزرگتر از بسیاری از کشورهای جهان است. با جمعیتی حدود 40 میلیون نفر در زمره کشورهای با سریع‌ترین رشد جمعیت در جهان قرار دارد و هر زن در طول عمر خود به طور میانگین 4 فرزند به دنیا می آورد. این در حالی است که امید به زندگی در ماداگاسکار تنها 60 سال است. طبق آمار شاخص جهانی گرسنگی در سال 2023، ماداگاسکار دومین کشور در جهان از نظر شدت سوء تغذیه با مرگ و میر ناشی از آن است. بر اساس داده‌های شاخص جهانی رفاه، ماداگاسکار با قرار گرفتن در رتبه 4 از بین 167 کشور جهان در بدترین شرایط زندگی برای انسانها برخوردار است. مالاگاسی زبان بومی جزیره است و به شاخه زبانهای آسترونزیایی تعلق دارد. این سرزمین خانه 18 قومیت مختلف است که هر کدام با زبان، فرهنگ و سنت‌های منحصر به فرد خود شناخته می شود. مالاگاسی ها 96% جمعیت را تشکیل می دهند و 4% دیگر نیز فرانسوی ها، عرب ها و چینی ها هستند. در ماداگاسکار دین رسمی وجود ندارد. حدود 60% از جمعیت مسیحی، 30% پیرو باورهای سنتی و 10% باقی مانده را مسلمانان و پیروان سایر ادیان تشکیل می دهد. مردم ماداگاسکار با وجود تنوع باورهایشان در احترام به اجداد خود اشتراک نظر دارند. یکی از عجیبترین مراسم‌های سنتی مالاگاسی ها با نام فامادی ها یا چرخش استخوان‌ها، یکی از مراسم‌های خاص و منحصر به فرد مردم ماداگاسکار است که در آن استخوان‌های نیاکان خود را از قبر خارج کرده و با مراسم بر دوش اعضای خانواده و فامیل با رقص و آواز حمل می‌شوند و بعد از چندین ساعت دوباره دفن می‌کنند. این اعتقادات در بین مردم مالاگاسی نشان از احترام و ارتباط عمیق مردم با نیاکانشان دارد، تا حدی که آرامگاه‌هایی با شکوه‌تر از خانه‌های خود برای نیاکانشون درست می‌کنند. واحد پول ماداگاسکار آریاری مالاگاسی است که به اختصار MGA نامیده می‌شود. حقوق و دستمزدها در ماداگاسکار به دلیل مشکلات اقتصادی و سطح بالای فقر بسیار پایین است. با توجه به نرخ امروز ارز، هر یک آریارو معادل تقریباً 1500 ریال ایران است. اکثریت مردم ماداگاسکار از سطح درآمد پایینی برخوردارند، با متوسط $520 درآمد سالانه که طبق آمار بانک جهانی این کشور در رده 6م فقیرترین کشور جهان قرار دارد. حداقل دستمزد در ماداگاسکار 250 آریارو معادل تقریباً $55 است. با این حال 93% از مردمان کشور زیر خط فقر مطلق و تنها با کمتر از $2 در روز زندگی می کنند. با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی، ماداگاسکار کشوری فقیر و محروم است. این تناقض عمیقاً ریشه در فساد و ناکارآمدی دولت دارد که مانع از توزیع عادلانه این ثروت عظیم می شود. برای مثال، این کشور مملو از سنگ‌های یاقوت است
که پس از الماس در رده دوم سنگ‌های قیمتی جهان قرار می‌گیرد. تقریباً نیمی از یاقوت‌های جهان از این سرزمین استخراج می‌شود و بخش بزرگی از وانیل مورد استفاده در صنعت غذایی و عطریات در این جزیره تأمین می‌شوند. ماداگاسکار بزرگترین تولید کننده و صادر کننده وانیل در جهان است. محصولات کشاورزی دیگری هم مانند میخک، قهوه و کاکائو از مهمترین منابع درآمدی این کشور به شمار می روند. همچنین گردشگری به ویژه در زمینه طبیعتگردی که به دلیل جاذبه‌های طبیعی و گونه‌های نادر حیوانی و گیاهی یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است، گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. ماداگاسکار تاریخچه‌ای غنی و پرماجرا دارد. اولین ساکنان ماداگاسکار حدود 2000 سال پیش از جزایر اندونزی و مالزی به این جزیره مهاجرت کردند. این مهاجران اولین جوامع مالاگاسی را تشکیل دادند و با ورود تدریجی آفریقایی‌ها، اعراب، هندی‌ها و اروپایی‌ها فرهنگ و تمدن ماداگاسکار شکل گرفت. اواخر قرن 19 ماداگاسکار به مستعمره فرانسه تبدیل شد. این دوره با مقاومت‌ها و مبارزات مردمی همراه بود. در طول جنگ جهانی دوم جنبش‌های استقلال طلبانه در ماداگاسکار شکل گرفتند و سرانجام در 26 ژوئن 1960 ماداگاسکار استقلال خود را از فرانسه به دست آورد. چالش‌های اقتصادی متعددی مانند فساد، ضعف در زیرساخت‌ها و نرخ بیکاری بالا توسعه اقتصادی این کشور را محدود کرده‌اند. همچنین تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی مانند طوفان‌ها و خشکسالی‌ها وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بیشتر به خطر انداخته و شاهد سطح زندگی بسیار پایینی در کشور ماداگاسکار هستیم. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. مرسی که تا انتها با ما همراه بودید.